در تاجیکستان تا امروز همگی 59 اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 باقی ماندند. کاتب مسئول شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تاجیکستان المراد تورسونوف به خبرگزاری اوستا گفت که این آمار حالت تا 12 اپریل سال 2022 است. ماه اپریل سال 2021 شماره سابقه‌داران جنگ دوم جهانی در تاجیکستان 98 نفر بود. در یک سال آخر با 39 نفر آنها ترک دنیا کردند. بنا به اطلاع تورسونوف در شهر دوشنبه 9 سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی باقی مانده، 19 وتران در ولایت سوخت، 18 نفر در ولایت ختلان به سر میبرند. همین طور در شهر نو ایسار 3 نفری، در ترسونزاده و ورزاب 2 نفری، در نویه سنگوار، فیض‌آباد و رودکی همگی 1 نفری از سابقه‌داران جنگ باقی ماندند. بنا به اطلاع منبع اوستا، وتران اعظم کلانسال جنگ بزرگ وطنی رشید کریموف است که 9 ماه سال 1912 به دنیا آمده. 9 ماه سال 2022 در روز عید غلبه به سن 110 میرسد. وتران از همه جوانترین رجب قربانوف از نویه سنگوار 96 سال دارد. در جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی به ضد آلمان فاشیستی حدود 300,000 نفر از ساکنان و زادگان تاجیکستان جنگیدند. از این شمار 92,000 نفر در جنگ کشته یا به نام و نشان شدند. 65 تن از زادگان تاجیکستان برای کارنمایی‌هایشان در جنگ بزرگ وطنی سزاوار عنوان قهرمان اتحاد شوروی گردیده، 15 نفر سزاوار عرض درجه اردن اسلاو شدند. 10,000 وتران دیگر هم از جنگ بزرگ وطنی به تاجیکستان با سر سینه پر از اردن و مدال و بدن پر از جراحت برگشتند.